در دنیایی که در آن سنت و مدرنیته به هم می‌پیوندند، افرادی هستند که نه تنها آینده را شکل می‌دهند، بلکه تاریخ را با احترام و فداکاری می‌نویسند. یکی از این شخصیت‌ها، شاهزاده رحیم الحسینی آقاخان، نخستین پسر از آقاخان چهارم، رهبر معنوی مسلمانان اسماعیلی است. زندگی او داستان رهبری، خیریه و تغییر است. شاهزاده رحیم الحسینی در 12 اکتبر 1971 در جنو، سوئیس به دنیا آمد. او به عنوان پسر آقاخان چهارم در دنیایی از مسئولیت‌های دینی و فرهنگی بزرگ شد. به عنوان عضوی از خاندان آقاخان، او میراث غنی رهبری، خیرات و توسعه جامعه را به دوش می‌کشد. بنیاد آقاخان که توسط پدر بزرگش، آقاخان 48م، تأسیس شد، در سراسر جهان مشغول بهبود زندگی میلیون‌ها نفر است. تحت رهبری او، شاهزاده رحیم نقش مهمی در توسعه برنامه‌هایی ایفا کرده است که به نفع جامعه اسماعیلی و جامعه گسترده‌تر است. شاهزاده رحیم بیشتر از یک وارث است. او خود را به عنوان یک کارآفرین و خیریه پیشه معرفی کرده است. او به طور فعال در آکادمی‌های آقاخان در سراسر جهان درگیر است که آموزش‌های برتر جهانی را ارائه می‌دهند. تعهد او به فرهنگ و آموزش در تأسیس موزه آقاخان در تورنتو به وضوح نمایان است. موزه آقاخان نه تنها نمادی از میراث فرهنگی است، بلکه یکی از ابتکاراتی است که شاهزاده رحیم از آن حمایت می‌کند تا گفتگوی میان دینی و میان فرهنگی را ارتقا دهد. اما تأثیر شاهزاده رحیم فراتر از پروژه‌های بزرگ است. درگیر بودن او در جامعه‌اش، در زندگی روزمره‌اش ریشه دارد. او در سرتاسر جهان سفر می‌کند، نه تنها به عنوان نماینده خاندانش، بلکه به عنوان کسی که برای جامعه اسماعیلی پل می‌سازد. کار او تنها در سطح جهانی قابل مشاهده نیست. چه در دیدار با اعضای جامعهش باشد و چه در حمایت از ابتکارات محلی، شاهزاده رحیم اطمینان حاصل می‌کند که اصول همدلی، پایداری و همکاری در اساس همه کارهایی که انجام می‌دهد قرار دارد. تلاش‌های شاهزاده رحیم در عرصه‌های مختلف بسیار چشمگیر است. او با تعهد و دلسوزی فراوان به بهبود شرایط زندگی مردم جهان می‌پردازد. تلاش‌های او در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نشان دهنده دیدگاه عمیق و انسانی است. آنچه شاهزاده رحیم را منحصر به فرد می‌کند، رویکرد شخصی او است. او تنها یک شاهزاده نیست، بلکه برادر، دوست و راهنمای بسیاری از ما است. دیدگاه او برای آینده جامعه‌مان نه تنها الهام بخش است، بلکه کاربردی نیز میباشد. از ترویج مراقبت‌های بهداشتی گرفته تا بهبود زیرساخت‌ها در کشورهای در حال توسعه، شاهزاده رحیم مصمم است که اصول بنیاد آقاخان را در عمل پیاده‌سازی کند. کار او نقش حیاتی در بهبود شرایط زندگی مردم در مناطق آسیب پذیر ایفا می‌کند. علاوه بر کار عمومیش، شاهزاده رحیم همچنین فردی خانواده دوست است. رابطه او با خانواده‌اش یک بنیاد از حمایت و عشق است که به او این امکان را می‌دهد تا مسئولیت‌هایش را به طور خصوصی و عمومی به دوش بکشد. به عنوان یک رهبر جوان، شاهزاده رحیم نه تنها میراث پدر بزرگ و پدرش را محترم شمرده، بلکه راه خود را ایجاد کرده است که بر اساس دیدگاه و تجربیات منحصر به فرد او است. او در سطح جهانی به دلیل رهبریش به رسمیت شناخته شده است، نه تنها در داخل جامعهش، بلکه در خارج از آن نیز. دیدگاه او برای آینده روشن است. دنیایی که در آن همدلی و همکاری ارزش‌های اصلی باشند که جوامع را به هم پیوند می‌دهد، فارغ از پیشینه‌های آنها. از طریق کار، تعهد و رهبریش، شاهزاده رحیم الحسینی آقاخان نه تنها یک وارث است، بلکه معمار آینده است. شاهزاده رحیم الحسینی آقاخان ثابت کرده است که رهبری واقعی تنها به قدرت یا موقعیت بستگی ندارد، بلکه به تأثیری است که فرد بر دنیا دارد. یک رهبر جوان که نه تنها میراثش را ارج می‌نهد، بلکه آینده‌ای جدید می‌سازد. سفر او تازه آغاز شده است. از تماشای این مستند سپاسگزاریم. فراموش نکنید که به کانال ما مشترک شوید تا مستندهای بیشتری درباره رهبران الهام بخش سراسر جهان مشاهده کنید.